بریم با یه ویدیو دیگه چند کتاسن بچه. امروز تا فیلتر شکن خفن براتون آوردم که بهتون نشون بدم بچه. یکی از فیلتر شکن ها این فیلتر شکنه که بچه میتونین برین از گوگل پلی دانلود کنین و بچه اسمش هم براتون می نویسم. و بچه وقتی الان همین فیلتر شکن رو فعال کردم، آموزش فعالش رو هم الان براتون میذارم. اما بچه پینگ ثابتی داره بین 73 تا 96 پینگش. که بچه ها کنین یه مقدار بالا رفت. آره بچه پینگ خیلی خوبی داره و هیچ وقت زرد نمیشه پینگتون. که بچه پینگ واقعا خوبی میده بهتون این فیلتر شکن. من بچه خودم از این فیلتر شکن استفاده میکنم، شما رو نمیدونم هر فیلتر شکن دوست دارین شما هم استفاده کنید. ولی فیلتر شکن دومی که براتون آوردم یک مقدار با این فرق داره و این فیلتر شکن تک سرور خودش سرور تنظیم میکنه، ولی اون فیلتر شکن خود باید تنظیمش کنید، خودکاره. آموزش راه اندازی هم بهتون میدم. بچه این فیلتر شکن روشنش هیچ کاری نداره بچه، میایم فقط میزنین روی این دکمه آف و آن میکنین و نگاه کنین بعد چند دقیقه بالا میاره. اینا سرور خودش تنظیم میکنه و بالا میاره. حالا بریم سراغ فیلتر شکن دوم. بچه این فیلتر شکن نت خیلی خوبی میخواد که بالا بیاره براتون بچه. اینجا نگاه کنین قرمزه، ولی اینجا نگاه میکنین قرمز پینگم، ولی بالا میاره، پینگ نسبتا خوبی میده بهتون این. ولی فیلتر پینگ بالاتری بهتون میده، پینگ خیلی بالایی بهتون میده و درست نمیتونین باش پلی بدین بچه. این فیلتر شکن قابلیت خوبی که داره بچه خودتون میتونید تنظیم کنین، سرور خوبی بذارین بچه. من سرور دبی گذاشتم، الان بهتون برم راه اندازیش هم یاد بدم. شکن بچه اینجوری راه اندازی میشه. وقتی اومدید تو صفحه روی فرفای کلیک میکنین. سروری که من گذاشتم نکنین توقف رو بزنه. خوبی که داره با یه گزینه داخل تنظیمات بذارین خودش وارد میشه بچه. از اینجا میتونین وقتی اینو غیر فعال کنین از اینجا میتونین سرورش رو عوض کنین بچه. بهترین سرورش اینا قطر هستش و بحرین، قطر و ترکیه و دبی که بچه بهترین سرورش همینان. الان برین داخل رتبه بندی جهان هم نگاه کنین، دبی رتبه اول دنیا رو داره، قطر هم پشت سرش. و میتونین بزنین رو اروپا اینو تنظیم کنین، خودکارم بزنین مثلا من میزنم رو اروپا فرانسه میاره، یا هر جای دیگر رو بزنم یه کشور برام میاره. آقا این پینگ نسبتا بالایی میده و برای شما بچه هر کدوم که پینگ پایین تری داد استفاده کنین. در کل هر دو تا فیلتر شکن خوبن و میتونین از هر دو تا استفاده کنین. و بچه فعلا خداحافظ بچه. لایک و کامنت و فراموش نشه. بدرود.